تعلیم و تربیت دوران طفولیت سر می شود که این وابسته به مادرها است. حضرت خواجه عبدالله انصاری پیر هرات در هرات هست، بسیار یکی از جمله اولیاء الله بزرگ است که پیر هرات میگن. خواجه عبدالله انصاری خیلی کتابای زیاد هم تصنیفات کرده. حضرت مادرش پرسیدن که این فرزندت به چی سبب همین خیلی شهرهای آفاق شد؟ و زمانی که حامله دار شدم به همین عبدالله به خود عهد کردم که هرگز لقمه شک شبهه به دهن نبرم. در دوران حاملگی مادر میگه به خود عهد کردم که لقمه شبهناک نبرم به دهن، هر چی که یافت دیگه نخره. مثل امروزه اوری خیر علالشی دیگه میورش استحصال کم کشوی دیگه میورش در ترکیب یو چیه زهر زقوم حلال حرام دیگه زدن میگیره. فرق بین مسلمان و غیر مسلمان همه که مسلمان حلال خور باشه. حکمت حلال خوردن هم همی است که وقتی که آدم لقمه شبهه و حرام خورد توفیقش گم میشه. آهسته آهسته مسجد بس میکنه، آهسته آهسته نماز خونی را قضا میکنه، بعد نماز بس میکنه، قرآن نمیخونه، از قرآن از نماز دور میشود. همین حکمت های لقمه حلال نبودن است. توفیق آدم هدایتش نیست میشود، محبتش به خدا و پیامبر نیست میشود وقتی که لقمه حلال نباشه. آدم ترسو میشود، آدم بزدل میشود، دویم در حراس میشود. و خاطر چی؟ لقمه حلال نخوردن. به خود میگم خیلی عهد کردم زمانی که تولد شد، میگه به خود عهد کردم که مادر خواجه عبدالله انصاری به خود عهد کردم که هرگز پای به طهارت شیرش نتم. هرگز پای هر بار نصف شبم که گریه میکرد طهارت میکردم با بسم الله و الحمدلله سینه را در دهن. این خیلی مادر هر کسی که داشته باشه او فرزند یا مفسر و محدث میشه یا عالم و قاری میشه یا یگان شخص اولیاء الله میشه. روی خیلی مادر را داشتن. برای چی مثل سعدی و حافظ بیدل جامعی امروز ما نداریم؟ برای کمترین مادرایی نیستن که بزرگن. اما خیلی مادرایی که اموا داشتن، اما خیلی مادرها وجود نداره در ما. این امروزه میبینیم بلاها را. یک تلفن در دستش مثال هستیم فی 7 8 9 10 11 همین 9 10 11 چی در کره به اون تلفن؟ ولی روزگار نداره، شوهر نداره، فرزند هیچی نداره. چی از همین تغط در همین گپ زدن یک رقیه خون گپ میزنه. بسیار یک بلا شده است. برای آدم بعضی آدم فایده داره، برای اهل علم فایده داره. هر روز 100 تا سوال مردم جواب میگوی بهترینه. رقیه خون برده از دواخانه که هم دختر ما دوا بخون که جین یار شده. همین شوا میخنده، آوازش نمیشنیم، قرقص قدم خندیدن میگیره. خودش تو کای در خونه همین رقیه بخونه جین دوره گفته. اخیر رقیه خون در اکشن تلفن قطی هم قپلانش گپ میزده قطیه بچه که دیگه قطی شوخی کمی خندید. این کمپیری بیچاره خیالش که نواسه هم جین دوره. این جین در دستش در برش گشتی سر. همه چی هست که ایو بسیار. بعد از او دختر امام بخاری تولد میشه، از او دختر بعد بزرگا و مثلا سعدی و حافظ تولد میشه. هرگیز نمیشه. مادرای په حضرت امام اعظم مادرش ببین، تاریخ رو میخونه حیران میشه که چگونه مادر داشت. حضرت امام بخاری روی صحیح ترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری است. در خصوصی هر چشمش کور میشه، نابینا میشه. مادر شب زنده دار بوده، مستجیب دعوات بوده، دعاش جوابت میشه. این دعای جوابت شدن از لقمه پاک میشه، از تقوا میشه. در نصف شب نیاییش میکنه، دعا میکنه. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در خوابش میبینه، میگه برای که خواهر میگه برخیز که فرزند چشمش خداوند به اصل میخیزه، چشمش مثل اصل قدیم وری بینا است. با یک دعای نیم شبی مادر حضرت امام اعظم ببین پدرش یک پروسه بخورد یا پول شبگی یا ببخشش صاحب بوغ می تری آدم که بقب کرد. این خیلی آدم کی میوه این در قبضت گفته نه میبخشم نه پولش میگیرم. تو یا دختر دارم امرو نگیری. دختر شگرف دختر دوشیزه پاک دامن ندادش، مرد پاک زن پاک. شخصیت به دنیا آمد که نیست زیاد مسلمان کوره خاکی پیروی و تقلید امام اعظم میکنه. از چی؟ از برکت تقوا و پاکی مادر. یعنی دوران شیرخورگی به مادرها وابسته است. حتی که در همون حالت طفلی هم بو سینا میگه که از روز تولد باید کودک تعلیم تربیت سر شود. از روز تولد بعضی گفتن از 10 سالگی،
بعضی ها گفتن که 3 سالگی. کودکی را در همین حیات زندگی من دیدیم که 5 ساله حافظی کلی قرآن، 5 ساله همین دیدیم به چشم، 5 ساله کودک کلی قرآن از یاد میدونه. اما قانونای امروزه میگه که 7 سالگی شده، بعد مثلا که شعور نوکیش عقلش در کار میداره، خوندن نوشتن در 7 سالگی یاد میگیره. در 7 سالگی اکثرا بزرگای ما همش اولا حافظی کلی قرآن بودن. اما که 7 ساله و 2 ساله و 3 ساله و روزی تولد بوالی شده و هر چی گفت، اسلام چی میگه؟ از کی باید که تعلیم تربیت سر شود؟ اسلام میگه که از اما وقتی که کودک تولد نشیده است. تولد نشیدن چه خیلی تعلیم تربیت؟ پدر و مادر در لقمه احتیاط داشته باشند، نماز قضا نکنند، تلاوت قرآن داشته باشند، نماز شب داشته باشند، لقمه پاک باشد، طاعت عبادت بشن، تأثیر همو در طفل میرسه. پس چی است که دوران طفولیت، دوران شیرخورگی است که به این باید که همه ما شما هر چیزی که البته که شنیدیم به این عمل داشته باشیم. انشاءالله که خداوند سعادت برای ما و شما نصیب روزی میگرداند. خداوند طفلکا را احمد و عبدالله و احمد عمری دراز عطا کنه و خداوند در آینده حافظای قرآن و عالمای ربانی و خادمای شریعتشان میگرداند و الله عزوجلال این کسل و این وبا را از این سرزمین تاجیکستان ما، از سرزمین از سر تمام مسلمان کره زمین خداوند بیماری را برداشته نیست نابود بگرداند و الله سرور کائنات، مفخر موجودات، منجی عالم بشریت، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، الحمدلله که ساعت ها و لحظه های پر از خیر و برکتی که خداوند نصیب ما و شما گردانده است خدا را شکر میکنیم. الحمدلله که برادر عزیزمان، خیلی برادرمان بیلور جوان که صاحب فرزند شدم، احمد و که عبدالله و احمد، اولا دعا میکنیم که خداوند عبدالله و احمد عمری دراز و تن صحت در آینده خداوند حافظای قرآن خادم و شریعتشون بگرداند و او اعتقاد و او فضل درجه که در پدرشون هست که دوستدار اهل علم علما هست، خداوند فرزندوش هم از این نصیب بگرداند و الله عزوجلال همه مرادوش حاصل بگرداند. البته که فرزند مخصوص عطیه پروردگار است. فرزند به مثل یک مثلا که اشیایی نیست که زواد برارش یا فابریکه برارش یا یگان سیخ برارش، مثلا صفتی خوب و صفتی بد و یکم سارت و دویم سارت و دیگر مخصوص عطیه پروردگار است. در کارخانه پروردگار خداوند به قدرت خودش انسان خلق میکند. سوره مبارکه شورا آیه 49 و 50 الله ذوالجلال بیان میکند: استعیذ بالله لله ملک السماوات و الارض. فرمانروایی زمین و آسمان ها فقط و فقط پروردگار است. صاحب ملک فقط پروردگار است. زمین و آسمان و ماه و کهکشان و هر چیزی که وجود دارد در عالم خلق کرده پروردگار است. همه کائنات خلق کرده پروردگار است. روز شب می شود، شب روز می شود، به فرمان پروردگار است. گرمی آفتاب هم به فرمان پروردگار است. فصل های سال تغییر می یابد، فرمان پروردگار است. وزیدن باد، باریدن باران، همه چی است به قدرت پروردگار است. هوایی که نفس میکشیم، اکسیژنی که بی پول نفس میکشیم، هیچی از خلق کرده پروردگار است. اقیانوس ها، اوکیان ها و کوه ها خالقشان پروردگار است. اگر آب ها و اگر هوا را اگر انسان اگر به شرط حاصلش میکرد میفروختش پول قطعی، پولدار نفس میکشید بی پول میمرد. آب ها هم خالقش فقط پروردگار. انسان اگر که حاصلش میکرد پولدار آب میخورد و بی پول میمرد میرفت. اما ببین که همه اینها را خالقشان فقط پروردگار است. ملک از آن پروردگار است. لله ملک السماوات و الارض.
در دوام آیت الله ذوالجلال و همه بنده هاش گوشزد میکند به ما و شما که یهب لمن یشاء ایناسا، و بعضی از بنده هاش الله ذوالجلال فرزندی مادینه میته، دختر میته. و یهب لمن یشاء ذکورا، و بعضی از بنده هاش فرزندی بچه میته. او یزوجهم ذکرانا و ایناسا، یا هم دختر میته و هم بچه میته. بین قدرت پروردگاره که میگه من میگه عطا کننده فرزند فقط پروردگار است. بعضی را دختر میتم، بعضی را بچه میتم، بعضی را هم دختر و هم بچه میتم، بعضی را در یک مثلا تخمدان دو بچه میتم، بعضی را دو دختر میتم، بعضی را در یک تخمدان یک تاش بچه و یک تاش دختر. ببین مخصوص ای کاری پروردگار است، مخلوق و ای دخالت کرده نمیتونه. و یک حدیثی مبارک از پیامبر صلی الله علیه وسلم هم داریم که در این باب خیلی، البته که دیگرها و گپ زیادی هست از جانب طبیبا و دیگر، این گپ البته که او قدر اعتباری ندارن و پیامبر اینه فلان فلان داره و کلا کنه بچه میشه دختر میشه، این گپای بیهودن. هر یک میلیاردری هست که میلیارد داره لیکن فرزند نداره، هیچ روی دنیا را صرف میکنه هیچ. در دوام آیت خداوند میگه و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از بنده هاش نه دختر میته و نه بچه میته، یگان تا. اینه علیم قدیر، پروردگار دانا است و صاحب توانا است، صاحب قدرت است. اکنون مفسرو بیان میکنه که با بعضی از بنده هاش فرزندی دختر عطا میکند. مفسرو میگن حضرت لوط و شعیب علیه السلام از دو پیغمبری بودن که همه فرزنداشون دختر بود، بچه نداشتن. و بعضش عطا میکند فرزند پسر حضرت ابراهیم علیه السلام که همه فرزندای حضرت ابراهیم بچه بودن، دختر نداشت. و بعضش هم دختر هم بچه محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر محبوب ما و شما که هم دختر داشت هم بچه داشت. 4 دختر داشت پیامبر صلی الله علیه وسلم، 3 دختر، همگی 7 فرزند داشت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و بعضش هیچ عطا، نه دختر نه بچه. حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در دوام عمر خود نه بچه داشتن و نه دختر داشتن، هیچی نداشتن. اکن خداوند چی است؟ علیم است و قدیر است. پس اکن عطا کننده فرزند فقط و فقط پروردگار جل جلاله است. همین محفلی که الحال ما و شما نشست داریم، حقیقه برادرمون قاری برپا کردگی است. البته که این محرکه هسته که مثلا که عملی هسته که عقیقه را پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشون کردن، یعنی هر کاری که رسول خدا بکنه و باز امر کنه و سنت برای ما و شما میشه. در مذهب ابو حنیفه امام اعظم برای ما و شما عقیقه سنت هست. مذهب احمد حنبل با او سختتر میگیره، حکمشو با واجب میبره، با واجب میبره. حتی نادار هم که باشه میگه باید عقیقه را بکنه. در مذهب ما اگر فقیر باشه و کم بیزاید باشه برای سنت نیست، اگر دارا باشه برای سنت. پس اکن همین عقیقه را پیامبر صلی الله علیه و چی گونه که حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه وقتی که تولد شد، پیامبر صلی الله علیه و عقیقه ش خودشون کردن، عقیقه نویره شونه. و 1 سال بعد که حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه تولد شد، باز این نویره شونه پیامبر صلی الله علیه و عقیقه را خودشون کردن. تذبح عنه یوم السابع، در روز هفتم موافق حدیث آمده که ذبح کرده می شود و یسم و نامونده می شود، یومات عنه العزا، موی سرش گرفته می شود. اکنون ترتیبی که شریعت غورای محمدی برای ما و شما البته که بیان میکنه، طفلک وقتی که تولد شد اولین کاری که کرده میشه تحنیک میگن. تحنیک کام شیرین کردن. وقتی که کودک تولد که شد، در زمان سالهای مبارکی که پیامبر صلی الله علیه و حیات بودن، طفلک را به نزد پیامبر صلی الله علیه و میبردن ولی شیر نمیدادن. پیامبر صلی الله علیه و یک خرما را کم ترک میخوند، از شیره همون خرما در کام همون طفل میمولید. یعنی کام شیرین کردن، یعنی همون اخلاص عقیده صحابه همین بود که اولین چیزی که به معده طفل بروه آب مبارکی دهان محمد صلی الله علیه و سلم باشه، که البته که یک
نشانه سعادت خوشبختی است که آب دهن پیغمبر در وجود برآورد. صحابه همه عادت داشتن. اولین نفری که در راه در هجرت تولد شد عبدالله ابن زبیر بود که صحابه بسیار خرسند شده بودند. در راه تولد شد و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردنش. پیامبر صلی الله علیه و آله تحنیکش کرد. اکا امیر میگن تحنیک انا امروزه اکا دلیل عقلی بعضی و مثلا سراغ میکنن که با چی خاطر همی کورا کرد پیامبر، برای چی با انگور و سیب و شیر مسکو یا یگون چیز دیگر کتی نگه مخصوص با خیرمو کرد. و خاطر اون که علما سنجیدن دیدن امروز در عصر 2021 از همه ده تیزترین چیزی که به سرعت در خون آدم تجزیه میشه و همین خیرمو است. همین خیرمویی که ما و شما استفاده میکنیم، همین خیرمو از همه ده زیادتر. حتی بی در ماه شریف رمضان هم رسول الله صلی الله علیه و آله با خیرمو روزه را میشکوید. همین یک تشه خوردن ده الکه تماما گرسنگی نیست میشه دیگه. آدم داره قناعت میکنه دیگه. از شیره همین پیامبر میگه. بر خاطر که میگه اگه طفل در یک جایی هست که از اونجا برآمدن نمیخواه، در یک جایی هست که همین تو خمدان زنده اونجا نه کندیسیونر در کوره، نه پیچکه در کوره در خنکی، نه مثلا که خوردن و نه دندون و نه خویدن و نه توالت و نه مثلا که حمام و دست و هیچ، همه شرایط الله تعالی مهیا کردگی است اونجا. وقتی که میبرویه الکی در همونجا قوت کودک کم میشه، یک دود میزنه که چیزی کس کرده گریه میکنه. حتی همون بلند گریستنش هم نشانه سلامتی شه. بینمو دکترها و گینیکولوگا اگر گریه نکنه با یکون تاکش نمیزنن که آواز شبروره که همون وقتی که دود زد شیشا در کار میداره، راههای نفس در کار میداره، نفس کشش خوب میشه. اگه وقتی قوتش کم میشه و مخصوص همین خیرمو را پیامبر صلی الله علیه و آله کرد که وقتی که همون را استفاده کرد گلوکوز همین در همون وجود کودک وقتی که شیره همون که میره قوت نوکش زیاد میشه در جنبیدن گریه کردن. دیگر شیرینی را کودک که دوست میداره در همون وقت که لوش که مکیدن میگیره در قپیدن مکیدن مثلا که سینه مادر کمک میشه. حکمتی تحنیکی که رسول الله صلی الله علیه و آله کرد.